سلام به همه عاشقان علم و هیجان. توی این ویدیو قراره با هم وارد دنیای جذاب المپیاد سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی بشیم. میخوام از چی بگم؟ از مراحل شرکت، چالش‌ها و کلی نکته‌ای که برای درخشش توی این المپیاد لازمه. آماده تا یک قدم بزرگ به آینده پزشکی نزدیکتر بشیم؟ پس تا آخر با من همراه باشید. خب، حالا میخوایم ببینیم توی این ویدیو قراره چی یاد بگیریم. اول یه معرفی کامل از المپیاد سلول‌های بنیادی رو داریم که اصلا چی هست و چرا اینقدر خاصه. اهدافش رو با هم بررسی میکنیم. بعد میریم سراغ مراحل شرکت در المپیاد از ثبت نام تا آزمون ها. یه نگاه می‌اندازیم به منابع و نکات طلایی برای موفقیت توی این مسیر و یه سایت رو معرفی میکنم در آخر برای دانلود سوالات مرحله اول و مرحله دوم این المپیاد تا بتونیم اونا رو حل بکنین و بر دانش خودتون اضافه بکنید. بتونید با یک آمادگی بهتری سر جلسه آزمون حاضر بشید. پس اگه آماده این با هم بریم سراغ این ماجراجویی علمیمون. می‌بینیم که با المپیاد سلول‌های بنیادی آشنا بشیم. اینو باید بدونیم که المپیاد سلول‌های بنیادی یک رقابت علمیه که به منظور ترویج دانش و تحقیقات در زمینه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی برگزار میشه. المپیاد به منظور تشویق دانش آموزان و دانشجویان به مشارکت در تحقیقات و پژوهش‌های مرتبط با سلول‌های بنیادی ایجاد شده است. تحقیقاتی که الان داره روی سلول‌های بنیادی انجام میشه خیلی نوآورانه است و خیلی از کشورها این پژوهش‌ها رو دارن جذب میکنن و روش کار میکنن و همکاری زیادی میتونین با شرکت‌های دانش بنیان انجام بدید. تاریخچه المپیاد سلول‌های بنیادی به سال 2008 برمیگرده که توسط مرکز تحقیقات سلول‌های بنیادی دانشگاه تهران برگزار شد. این المپیاد با هدف افزایش آگاهی عمومی در مورد سلول‌های بنیادی، ترویج تحقیقات در این حوزه و شناسایی استعدادهای جوان در زمینه سلول‌های بنیادی برگزار شدش. از آن زمان تا کنون المپیاد سلول‌های بنیادی هر ساله با حضور دانش آموزان و دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه برگزار داده میشه. این رقابت‌ها علاوه بر افزایش دانش و تحقیقات در زمینه سلول‌های بنیادی، فرصت مناسبی برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوان در این حوزه رو فراهم کرده. حالا می‌خوایم با اهداف المپیاد سلول‌های بنیادی آشنا بشیم. المپیاد دانش آموزی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی یک رقابت علمی که توسط سازمان پرورش استعدادهای درخشان آموزش پرورش به همراه ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داره برگزار میشه. اون المپیاد به دانش آموزان اجازه میده که تا در زمینه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی مسابقه بدن و توانایی خودشون رو محک بزنن. هدف اصلی این المپیاد ترویج دانش و فناوری در حوزه سلاح‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در سطح دانش آموزی هستش. این رقابت به دانش آموزان فرصت میده تا توانایی خودشون رو در این زمینه به نمایش بذارن و با دیگران رقابت بکنن. این المپیاد به دانش آموزان فرصت آشنایی با مفاهیم پیشرفته در علوم زیستی و پزشکی رو هم میده. میرسیم سراغ مهمترین مبحث، مراحل المپیاد سلاح‌های بنیادی. توی مرحله اول که به صورت تستی و چند گزینه‌ای مطرح میشه، تعداد سوالات ممکنه بین 40 تا 60 سوال باشه و نمره منفی هم برای هر سال اشتباه داره. توی مرحله بعدی یعنی مرحله دوم که معمولا توی ماه اردیبهشت هر سال برگزار میشه، شرکت کنندگان باید اول تو مرحله اول شرکت کرده باشن و برگزیده شده باشن تا بتونن فرصت شرکت در مرحله دوم رو به دست بیارن. افرادی هم که تو مرحله دوم قبول میشن میرن که رنگ مدال خودشون رو مشخص بکنن. میریم سراغ آخرین مرحله یعنی مرحله سوم. دوره تابستانی المپیاد یا همون مرحله سوم هر سال در ماه شهریور برگزار میشه. در 3 ماه تعطیل. در انتهای این دوره چند تا آزمون برگزار میشه و بر اساس نمره این آزمون ها مدال‌های طلا، نقره و برنز به برگزیدگان اهدا میشه. شرکت کنندگان در این دوره پذیرفته شدگان نهایی آزمون مرحله دوم. 40 نفر برگزیده آزمون مرحله دوم میان تو کارگاه آموزشی
حوزه پژوهش و فناوری سایت‌های بنیادی شرکت میکنم که توسط باشگاه دانشپژوهان جوان که کلا بحث المپیاد سایت‌های بنیادی و المپیادها رو مطرح کرده برگزار میشه. این آخرین مرحله المپیاد هستش و شما با اون میتونید رنگ مدال خودتون رو مشخص بکنید و تاثیر زیادی هم برای شما در نخبگان و بحث کنکورتون داره، چون به صورت کلی بعضی از دانشگاه هایی که توی این حوزه سایبرنی کار میکنن شما رو بدون کنکور جذبتون میکنن. علاوه بر اون کتاب های درسی که به شما گفتم، یه سری کتاب های غیر درسی هم هستش که منبع اصلی آزمون مرحله اول المپیاد سایت‌های بنیادی و پزشکی بازساختی هستند. کلا المپیاد سایت‌های بنیادی نسبت به سایر المپیادها منبعی که از کتاب غیر درسی بیاد کمتر داره و کلا همونطور که میبینید 4 تا کتاب معرفی میشه. یکی کتاب سلولهای بنیادی بافتی، کتاب تمایز سلولهای بنیادی، سلولهای بنیادی پرتوان و کتاب مهندسی بافت که همه این کتابا توسط دکتر حسین بهاربند تالیف شدن و توسط خانه زیستشناسی به چاپ رسیدن. برای تهیه این کتاب هم میتونید به سایت fastbook.ir مراجعه بکنید و کتاب های مربوط به هر المپیاد رو دریافت بکنید و بخرید. خب برای اینکه بتونید سوالات مرحله اول و مرحله دوم المپیاد سایت‌های بنیادی رو هم دانلود بکنید و ازشون استفاده بکنید و حلشون بکنید، بهترین سایت آیریسکه. آیریس سایت معتبره برای سوالات و همچنین معرفی منابع المپیادها، بخصوص المپیاد سایت‌های بنیادی که توی زمینه داره فعالیت میکنه و شما میتونید با مراجعه به سایتشون سوالات مرحله اول و مرحله دوم رو به طور رایگان دریافت بکنید. در آخر باید اشاره بکنم که این ویدیو توسط انجمن سلولهای بنیادی دبیرستان شهید بهشتی دوره دوم شهرستان بیلجن تهیه و تدوین شده. ممنونیم از شما که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. اگه سوالی داشتین و راهنمایی میخواستین میتونین به ما پیامک بدین یا برامون سوالاتون رو ایمیل بکنید. کانال انجمن ما هم توی ایتا هستش و آدرسش این پایین نوشتم. میتونید مراجعه بکنید و یک اخبار تازه و نوینی رو از سایت‌های بنیادی دریافت کنید اگه علاقه‌مند هستید.